سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امیدوارم که خیلی خوب باشین. قراره که یک چالش 5 روزه اکسس رو با هم دیگه داشته باشین و همونجوری که آموزش اکسل رو توی 8 تا اپیزود مقدماتی و پیشرفته با هم دیگه بردیم جلو و شما خیلی دید خوبی نسبت به اکسل پیدا کردین، می‌خوایم همین پروژه رو با اکسس داشته باشیم. قراره که 5 تا جلسه راجع به اکسس داشته باشیم و شما آشنا بشین با اینکه اصلا اکسس چی هست، چی کار میکنه و یه نیازهای ابتداییتون رو بتونید برطرف کنید. قطعا بچه‌ها اکسس هم مثل بقیه نرم افزارها برای اینکه بتونید کامل یادش بگیرید و بتونید پروژه‌های خیلی خوب و خوبتر ازش بگین، احتیاج دارین که کامل روش مسلط بشین، خیلی تمرین کنید و زمان براش بذارید. اما همین 5 تا اپیزود اولیه بهتون کمک میکنه که اولا بدونید اصلا اکسس چی هست، چی کار میکنه و اون نیازهای اولیه رو باش برطرف کنید، چرا که نیاز خیلی از سازمان‌ها با همین آموزش‌های ابتدایی برطرف میشه و شما در صورتی برین سراغ اینکه دوره‌های اکسس رو کامل بگذرونید و کامل یاد بگیرید که احتیاج داشتین که تمرکز کنید دقیقاً روی همین بخش و بیشتر با همین بخش کار کنید، حالا برای کارهای سازمانی یا پروژه گرفتن. بهتون بگم بچه‌ها اکسس چی هست؟ اکسس یکی از محصولات شرکت مایکروسافته، مثل اکسل، مثل ورد و مثل پاورپوینت و بقیه نرم افزارها. وقتی شما آفیس رو نصب می‌کنین، کنار نصب آفیس یکی از نرم افزارهایی که نصب میشه اکسس هست. اگر میخواید ببینید که روی سیستمتون اکسس رو دارید یا نه، کافیه که اینجا توی این سرچ باکس سرچ کنید اکسس، ببینید براتون میاد یا نه. املاش هم همینه دیگه. یکم دقت کنید که املاش رو خوب یاد بگیرید. اینم که روی سرچ باکس سرچ کردین که خب این یک روشه، میتونید از این روش برین. یه روش دیگه که من خودم خیلی استفاده میکنم اینه که کلیک راست میکنم، گزینه نیو رو میزنم و توی این لیستایی که دارم دنبال اکسس میگردم. ببینید مایکروسافت اکسس دیتابیس، پس یعنی من روی سیستمم الان اکسس رو نصب دارم. اکسس رو میزنم و یک فایل برای من ایجاد میشه. تو همون پنجره اول از من میخواد که فایل رو سیو کنم. فایل رو روی دسکتاپم سیو میکنم، روی دسکتاپم و اسمش رو میذارم مثلا 11. فرقی نمیکنه. من یه ذره خیلی بدم اینجا که اسمای خیلی عجق و عجق میذارم، بعدنم یادم میره که چیه. کرییت رو میزنیم بچه‌ها. این رفت تو محیط اکسس. الان یه دونه فایل برای من باز شد. میبینید اینجا فایل 11 برای من ایجاد شده که این محیط اکسسه. من اینو مینیمایز میکنم، یکم توضیحات بهتون بدم، بعد برمیگردم به اکسس. دیدین وقتی میخواستیم یه فایل اکسس ایجاد کنیم اسمش مایکروسافت اکسس دیتابیس بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پایگاه داده است. یعنی اکسس یک نوع پایگاه داده یا دیتابیسه. من دوست دارم قبل از اینکه بریم سراغ اکسس شما اصلا بدونید پایگاه داده چی هست و چی کار میکنه. خیلی ساده بخوام بهتون بگم، پایگاه داده یک جاییه که شما اطلاعاتتون رو اونجا ذخیره میکنید و میتونید از اون بعداً یه سری اطلاعات استخراج کنید، یه سری گزارشات بگیرید. که شما توی سازمانی که دارید کار میکنید نیاز اصلیتون اینه که یک سری دیتا رو سیو و ذخیره کنید، نگهداریشون کنید و هر از گاهی ازشون یک سری گزارش بگیرید، بعد بیایید سمت اکسس. بچه‌ها خیلی از آدما چون نمیدونن اکسس چی و چی کار میکنه، کارهای اکسس رو با اکسل انجام میدن. اشکالی نداره، توی وقتی که توی اشل پایین کار میکنید ایرادی نداره، با اکسل هم میتونید هندل کنید. اما وقتی که شرکتتون بزرگ و بزرگتر میشه، وقتی میخواید پروژه بگیرید، بهتره که برید سمت نرم افزار تخصصی همون برنامه. مخصوصا اگه بچه‌ها خارج از ایران هستین و تو شرکت‌های خارجی دارین کار میکنید، خیلی برای اونها مهمه که شما دقیقاً از همون چیزی که نیاز اون کار استفاده کنید و اینکه بخواید یه سری چیزا رو جابجا استفاده کنید اصلا جنبه حرفه‌ای نداره. خب سراغ این که دیتابیس چیه؟ پس بهتون گفتم که یک فضاییه که شما میتونید اطلاعاتتون رو توش ذخیره کنید. اینو از من همیشه داشته باشین. تسکی براتون اتفاق میفته، مثلا بهتون میگن که این کار رو انجام بدید، اینکه شما تشخیص بدین الان برای این کار باید از اکسس استفاده کنید یا اکسل، جوابش فقط یک سواله. بگین آیا بیس کاری که من الان دارم انجام میدم نگهداری دیتا هاست؟ هر موقع قرار شد دیتا رو نگه دارید و گاهن یا حالا همیشه فرقی نمیکنه روش یه سری گزارش بگیرین، شما باید برید سمت اکسس، چون کارش اصلا نگهداری دیتا است و بیس اصلیش اینه که دیتا ها رو مدیریت کنه برای شما. دیتای شما احتیاج داشت که یه سری پردازش روش انجام بشه، مثلا یه ویلوکاپی بگیرید، یه ایفی بگیرید، نمیدونم، یا یه سری کارهای دیگه بکنید، نمودار کشی دارید و اینا، پردازش قراره که کلا روی دیتاتون انجام بدید. دیتا رو باید ببرین داخل اکسل. پس لطفا سعی کنید که اینا رو از همین اول تفاوتشون رو متوجه بشین و جای همدیگه استفاده نکنید. خب قرار شد بریم ببینیم که پایگاه داده چیه. این علامت رو می‌بینید، این لوگو پایگاه داده است. ممکنه حالا جاهای دیگه هم ببینید این علامت به این معنیه.
پایگاه داده یکی از کتاباییه که تو رشته کامپیوتر تدریس میشه. پس اگر رشته‌تون کامپیوتر بوده این کتاب رو گذروندین، این واحد رو گذروندین، قطعا دید بهتری دارین نسبت به اکسس. من الان میخوام خیلی خیلی مختصر راجع به یک سری موارد که توی پایگاه داده هست و توی اکسس استفاده میشه باهاتون صحبت کنم. لازمه اینا رو بدونید. من خیلی دوست داشتم کل پایگاه داده رو بهتون بگم، به خاطر اینکه اولا فوق‌العاده مبحث شیرینیه و خیلی دید کامپیوتری بهتون میده وقتی که بدونید پایگاه داده‌ها چجوری کار میکنه، چون تمام ساختارهای ذخیره سازی چه توی کامپیوتر چه حالا توی جاهای دیگه از ساختار پایگاه داده پیروی میکنن. پس خوبه که بدونید به چه صورته. اما چون خودش یه مبحث خیلی بزرگیه، من اون حداقل هایی که ضروریه بدونید تا بتونیم با هم دیگه اکسس رو بهتر بفهمیم میخوام بهتون بگم. یه دیتا من اینجا براتون آوردم. این دیتا بچه‌ها، توی این دیتا ما یک جدولی داریم به نام جدول حقوق. جدول حقوق رو کپی کردم بردم حالا تو اون یکی شیت. اول بهتون بگم جدول چیه. فرض کنید ما می‌خوایم به یک سری پرسنل حقوق پرداخت کنیم. یه موقع ممکنه جدول رو به این صورت داشته باشیم که کد پرسنلی، اسم اون پرسنل، فامیلیش، مدرکش، تاریخ استخدامش، کد بخشی که کار میکنه، اسم بخشش، مثلا بخش آیتی با کد 1، اسم مدیر اون بخش چیه و چقدر قرار حقوق بگیره. ممکنه که جدول حقوق رو اینجوری داشته باشیم. مدل دیگه‌ای که ما میتونیم این اطلاعات رو داشته باشیم اینه که توی شیت 1 نگاه کنید. من اومدم این همونیه که توی شیت قبلی داشتیم، اون فقط کپی پیست کردم اینجا. یه مدل دیگه‌اش اینه بچه‌ها. ببینید چی کار کردم. اومدم 3 تا جدول درست کردم. اسم یکیش رو گذاشتم جدول حقوق کارمند و بعدی جدول بخش. چیکار کردم؟ گفتم کد پرسنلی 1 از بخش 1 اینقدر باید حقوق بگیره. خب شما اگه میخواید بدونید کد پرسنلی 201 کیه، کافیه برین جدول کارمند اینجا نگاه کنید، ببینید 201 علی محمدی، لیسانس، مدرکش 12 هم استخدام شده. کد بخشش 1. شما اگه میخواید بدونید کد بخش 1 کجا هست، کافیه برین توی جدول بخش کد بخش 1 رو ببینید و بگین که آیتیه. اوکی؟ خب ما هم میتونیم این دیتا رو به شکل 3 تا جدول ذخیره کنیم، هم میتونیم به شکل یک جدول ذخیره کنیم. در هر دو صورت من هیچی رو از دست ندادم. همین بالا همین پایین همه اون اطلاعات این 7 تا کارمند رو درست سیو کردم. اما یک فرقی هست. شاید شما توی اکسل با اینا راحت تر باشین، چون تمام ستون هاتون کنار همه، راحت روش پیوت میگیرید یا حالا کلی عملیات دیگه انجام میدین. اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که پایگاه داده ها با این راحتن بچه‌ها. پایگاه داده ها دوست دارن جداول از هم تفکیک شده باشه. دوست دارن تا جایی که ممکنه توی یک جدول دیتای اضافه‌ای نباشه و دقیقاً همون اطلاعاتی که خود جدول میگه برسونه. یعنی جدول حقوق دوست ندارن اطلاعات کارمند توش باشه، جدول بخش توش باشه. برای همین من اینا رو جدا کردم. پس یه نکته‌ای رو حواستون باشه. هر موقع دارین کار میکنین و یه همچین دیتایی دارین، اگر قراره که ببرینش توی پایگاه داده، فرض کنید شما توی شرکت هستین یه همچین دیتایی دارین، حالا این میتونه هر چیز دیگه ای باشه، میتونه جدول قطعه باشه، میتونه جدول نمیدونم فروش باشه، هر دیتای دیگه ای میتونه باشه. اگر یه همچین چیزی دارین سعی کنید که بشکنیدش به چند تا جدول منحصر به فرد، چند تا جدولی که جدا از همن و ربطی به هم دیگه ندارن. مثلا جدول کارمندها هیچ ربطی به جدول بخش ها نداره. بعد یا جدول حقوق اصلا نیازی نداره به جدول کارمند و بخش. اگر هم نیاز پیدا کردن میتونیم اطلاعات رو بخونیم ازشون. با کد پرسنلی که اینجا داریم میتونیم بریم تو جدول کارمند اطلاعات اون پرسنل رو پیدا کنیم. درسته؟ پس نکته اولی که خیلی مهمه، باید بدونید که پایگاه داده ها با اینا حال میکنن، از اینا خوششون میاد و باید دیتاتون رو اگر میخواید با اکسس پردازش کنید ببرینش داخل این مدل جدول های متفاوت از هم. اینم بهتون بگم اکسس یک نوع پایگاه داده است بچه‌ها. پس برای همین لازمه یک سری نکات رو راجع به پایگاه داده بدونیم. ما پایگاه داده های دیگه ای هم داریم که میتونید از اونها استفاده کنید، کار کنید، ولی خب حالا خیلی تو مقیاس کوچیک اکسس کارتون رو انجام میده. اما خب یکم بخواید توی مقیاس‌های بزرگتر کار کنید میتونید برید سراغ پایگاه داده های دیگه. اما باز بهتون میگم بیس تمام اونها مفاهیم پایگاه داده است که الان یکیش همینه که بهتون گفتم. همه پایگاه داده ها با جداول جدا از هم بیشتر کیف میکنن و دوست دارن که کار کنن. خب
برای تمرین این بخش بهتون پیشنهاد میکنم تو هر سازمانی که دارید کار میکنید، مثلا اگه یه همچین جدولی دارین، بیاید این رو بشکنید به چند تا جدول، سعی کنید به همچین چیزی که من رسیدم برسید و ببینید که همین که شما بتونید از این به این 3 تا جدول برسید که هیچ دیتایی رو هم از دست ندید، خودش یه مزیته، یه کمکی بهتون میکنه که نسبت به این بخش جداول درکتون عمیق‌تر بشه. خب مباحث رو اینجا نوشتم براتون که دوست دارم راجع به پایگاه داده بهتون توضیح بدم، بعد بریم سراغ اینکه اکسس چیه و چجوری باهاش کار کنیم. ببینید بچه‌ها، شما توی اکسل به اینها میگین ستون، درسته؟ به اینها هم میگین سطر. اما چیزی که لازمه باید بدونید که ما توی پایگاه داده به اینها میگیم فیلد و به اینها میگیم رکورد. پس ستون‌ها در پایگاه داده ها اسمشون فیلده و سطرها اسمشون رکورده. اینجا براتون نوشتم فیلد و رکورد. بچه داخل دیتابیس ها بیس کار جدول، کلا دیتابیس ها با جداول کار میکنن و هر جدول از یک سری فیلد و یک سری رکورد تشکیل شده. ویژگی هایی که جدول ها دارن اینه که هیچ رکورد تکراری داخلشون وجود نداره. یعنی چی رکورد تکراری ندارن؟ یعنی هیچ 2 تا سطری نیستن که دقیقاً شبیه هم باشن، چون اگر باشن یکیش باید حذف بشه و اون یکی بمونه اگه دقیقاً همه چیشون شبیه همه. پس ببینید بچه‌ها، این تعریف ها کوچولو کوچولوان، ساده‌ان و کم هستن، اما لطفاً یک جا یادداشتشون کنین که داشته باشیدشون، به خاطر اینکه حداقل چیزیه که باید بلدش باشید. جدول ما از یک سری فیلد تشکیل شده، یک سری رکورد تشکیل شده که جدول ما یک ویژگی داره و اونم اینه که هیچ رکورد تکراری نخواهد داشت. مورد بعدی که هست اینه که هر جدول، این دوتا رو پس با هم دیگه کار کردیم، جدولم که بهتون گفتم که بشکنیدش به جدول مختلف. مورد بعدی این که بچه‌ها هر جدول یک چیزی داره به نام کلید. این که کلید اصلا چیه؟ هر جا گیر کردین، چون ما انواع اقسام کلیدها رو داریم، کلید اصلی، کلید فرعی، کلید خارجی، حالا کلید کاندید، نمیدونم و کلی کلیدهای دیگه که حالا اینجا با هم بحثشون نمی‌کنیم. کلید چی هست؟ موقع گیر کردین خواستین بدونین که حالا دقیقاً کدوم یکی از اینا کلیده، به جای کلمه کلید کلمه منحصر به فرد رو بذارید. کلاً کلید یعنی منحصر به فرد. بچه‌ها کلید یعنی یک چیزی که توی این جدول منحصر به فرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کلید مشخص کننده یک دونه از این رکورد هاست. ببین اگر شما با خودتون بگین که من نام رو ویژگی کلیدی این جدول در نظر میگیرم، آیا نام منحصر به فرد توی این جدول؟ آیا با هر نام شما میتونید یه دونه از این رکوردها رو پیدا کنید؟ یعنی آیا احتمالش هست که 2 تا رکوردی باشن که نامشون با هم برابره؟ اگر 2 تا رکورد پیدا کنید که نامشون با هم برابره، در نتیجه شما نمیتونید بگید نام کلیده. چرا؟ چون نام منحصر به فرد نیست دیگه. اینجا رو ببینید بچه‌ها، نام بخش نمیتونه کلید باشه. چرا؟ چون منحصر به فرد نیست. من 2 تا رکورد دارم، یه رکورد اینجا، یه رکورد اینجا، حتی یه رکورد اینجا. 3 تا رکورد دارم که فیلد بخششون یکیه. پس فیلد بخش تو این جدول منحصر به فرد نیست. پس ویژگی کلیدی نیست. اوکی؟ این خیلی مهمه. نام مدیر همینطور بچه‌ها، چون ببینین 2 تا رکورد دارم که نام مدیرشون یکیه. حقوق ویژگی کلیدی نیست، چون 2 نفر رو دارم که حقوقشون یکیه. حالا بقیه هم دارم، این 2 تا هم یکیه. دوباره کد بخش هم کلیدی نیست، چون 2 تا یا 3 تا رکورد دارم. رکورد دیگه، درسته، کل سطرمون رکورده. 2 تا رکورد دارم که ویژگی کد بخششون یکیه. تاریخ استخدام هم به همین دلیل نیست. مدرک هم نیست بچه‌ها، چون همونجوری که می‌بینید چند نفر هستن که مدرکشون یکیه. اما نام خانوادگی تو این جدول ویژگی کلیدیه بچه‌ها. هیچ 2 نفری نیستن که نام خانوادگیشون یکی باشه. پس نام خانوادگی توی این جدول خاصیت کلیدیه. نام هم همینطوره بچه‌ها. نام هم خاصیت کلیدیه، چون 2 نفری نیستن که نامشون یکی باشه. هیچ 2 تا رکوردی نیستش که فیلد نامشون یکی باشه. پس نام کلید توی این جدول، خاصیت کلیدی و منحصر به فرده. کد پرسنلی هم همینطور بچه‌ها. کد پرسنلی هم هیچ تکراری وجود نداره. پس میتونید بگین که این و این 3 تا ویژگی کلیدی این جدول هستن. یه چیز دیگه که هست، 2 تا نکته رو میخوام اینجا بهتون بگم. الزاماً اون چیزی که کلیده نیازی نیستش که یه دونه باشه. شما میتونید بگین که نام و نام خانوادگی هم کلیده، درسته؟ چون هیچ 2 نفری نیستن که همزمان نام و نام خانوادگیشون یکی باشه. ببینید برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمین، اگر اینجا اسم این آدم علی بود، ببینید
اینجا اگر اسم آدم علی بود ما نمیتونستیم بگیم نام صفت کلیدیه، درسته؟ اما میتونستیم بگیم ترکیب نام خانوادگی کلیدیه، چون هیچ دو نفری نیستن که همزمان نام و نام خانوادگیشون یکی باشه، درسته؟ این علی محمدیه، این علی صابره، پس ترکیب این دوتا صفت کلیدیه، اما دونه ای نه، درسته؟ نام به تنهایی کلیدی نیست، نام خانوادگی هستا اما نام نیست. فقط برای اینکه ترکیب رو بهتون بگم این مثال رو زدم. پس ما الزاما نباید اون کلیدمون یه دونه باشه، میتونه 2 تا، 3 تا، حتی میتونه همه اینها باشه، همشون با هم دیگه باشه. یادتونه بهتون گفتم که جدول نباید رکورد تکراری داشته باشه، درسته؟ پس اگر این جدول توی پایگاه داده رکورد تکراری نداره دیگه. اگه رکورد تکراری نداره به این معنیه که ترکیب همه اینها کلیده بچه‌ها. لطفاً این جمله رو چند بار گوش کنین تا قشنگ به دلتون بشنوه و قشنگ متوجهش بشین. چون همونجوری که بهتون گفتم جدول نباید سطر تکراری داشته باشه، پس قطعاً هیچ 2 تا سطری نیست که همه ویژگی‌هاش با هم برابر باشه، درسته؟ پس از این نکته استفاده می‌کنیم، می‌ذاریمش کنار ویژگی کلید و میگیم که پس حتما ترکیب همه اینها با هم یک کلیده. چرا؟ چون اگر نبود قطعاً به این معنیه که 2 تا سطر یکی داری دیگه. 2 تا سطر یکی هم که گفتی تو جدول نمیتونیم داشته باشیم، پس از همون برهان خلف استفاده می‌کنیم، میرسیم به این که ترکیب همه اینها کلیده. پس یه نکته، هر جدولی که شما داشته باشین حتی اگه هیچ کلیدی نداشته باشین، یعنی هی بگردی بگی این که منحصر به فرد نیست، اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، هی پیدا کنی هیچی منحصر به فرد پیدا نکنی، یعنی حتی اگه ما اینجا فامیلیه، مثلا اینجا اینو اسدی داشته باشیم، اینم مثلا اسدی داشته باشیم، با خودت بگی که اینم اسدی داشته باشیم، با خودت بگی نام خانوادگی هم نیست، نام هم نیست، حتی اگه بچه ترکیب این دوتا هم، باز اینجا هم ما علی محمدی داشتیم، باز ترکیب اینا هم نمی بود، کد پرسونال فرض کنید نداریم، یعنی حتی اگه هیچی نبود باز شما میتونستی بگی ترکیب همه اینها هست، چون طبق قانون جدول ما هیچ 2 تا سطری رو نداریم که همه چیشون شبیه هم باشه. گفتم این نکته مهمیه، لطفاً چند بار گوشش کنید که قشنگ یادش بگیرید. بعد خاصیت کلیدی رو متوجه شدین چیه؟ میخوام سراغ کلید اصلی، کلید فرعی، اوکی، و کلید خارجی. توی این جدول قبل از اینکه من بخوام دستکاریش کنم، نام صفت کلیدی بود، درسته؟ نام خانوادگی هم صفت کلیدی بود، کد پرسنلی هم همینطور. یعنی این جدول 3 تا صفت کلیدی داشت. همونطور که بهتون گفتم 3 تا اینجا داشت، حتی میتونستیم بگیم این میشه یه دونه، یعنی 4 تا، این میشه یه دونه، مثلا این با این میتونیم بگیم دیگه، درسته؟ چون همچنان کلیدیه، هیچ 2 نفری نیستن که کد پرسنلی و اسمشون یکی باشه، پس میشه 5 تا. این با این میتونیم ترکیب کنیم، میگیم میشه 6 تا. 3 تا اینا رو با هم دیگه میتونیم داشته باشیم، میگیم میشه 7 تا. پس هر ترکیبی از اینا میتونه کلید باشه. پس الان تو این جدول من تقریبا حالا باید دقیقش رو حساب کنم دیگه، 7 تا صفت کلیدی داشتم. 3 تا که خودشون تنهایی، یه دونه ترکیب این 4 تا، 5 تا، این با این 6 تا، 3 تاش با هم 7 تا. بله 7 تا صفت کلیدی داشتم. بچه‌ها به اینا میگن کلید فرعی. پس 7 تایی که شما گفتین 7 تا کلید فرعیه توی این جدول، اوکی؟ از بین این 7 تا کلید شما انتخاب میکنید که یکیش رو به عنوان کلید اصلی این جدول داشته باشید. کدوم این 7 تایی رو که شما خواستین میشه کلید اصلی. اما کلید اصلی یه ویژگی داره. ویژگیش هم اینه که باید مینیمم باشه، یعنی باید کمترین حالت ممکن باشه. حالا ویژگی های دیگه هم داره، ولی خب یکی از ویژگیاش که ویژگی مهمیه اینه که کلید اصلی باید کمترین باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا این دوتا با هم شدن کلید دیگه، درسته؟ یا این دوتا با هم. شما وقتی یه دونه صفت کلیدی داری که یه دونه بهتره که همون رو استفاده کنی. از بین کلید 7 تا کلید فرعی که دارین یکیش ستایی بود، درسته؟ یکیش این دوتا بود، یکیش این دوتا بود، یکیش هم این و این بود، درسته؟ پس 1 2 3 4 تاش تعدادشون 2 و 3 تاییه، درسته؟ اونا رو بذارین کنار، بریم بین اون یه دونه یا یعنی کد پرسنلی، نام و نام خانوادگی، بین اون یه دونه یا یه دونه انتخاب کنید، چون گفتیم که ویژگی کلید اصلی اینه که مینیمم تعدادش کمه. خب بین کد پرسنلی، نام و نام خانوادگی میتونید کلید اصلی هر کدوم رو که خواستین انتخاب کنید. از اون 7 تا کلیدی که داشتیم، اوکی، اون یه دونه‌ای که به عنوان کلید اصلی انتخاب میشه 6 تا میمونه. اون 6 تا میشن کلیدای فرعیتون، اوکی؟ پس خود کلید اصلی یه نوع کلید فرعیه دیگه، اوکیه؟
حالا بین کد پرسنلی نام و نام خانوادگی کدومو بگیرم کلید اصلی؟ بچه اصولا اونی رو میگیرن که در مقیاس بزرگ هم یونیک و منحصر به فرده. یعنی چی؟ یعنی درسته که توی جدول من هیچ 2 نفری نیستن که اسمشون یکی باشه، خب ولی تو واقعیت که این درست نیست. تو واقعیت 2 نفر هستن که اسمشون یکی باشه دیگه. پس صفت کلیدی نگیرین. یا نام خانوادگی همینطور درسته تو جدول من خاصیت کلیدیه و هیچ 2 نفری نیستن که یکی باشه، اما تو واقعیت اینطوری نیست. کد پرسنلی نه، هیچ 2 نفری نیستن تو این سازمان که کد پرسنلیشون یکی باشه و خیلی کم پیش میاد. و کد پرسنلی اصولا کدها اصولا چیزهای یونیکه. مثلا کد ملی، اگر مثلا اینجا یه کد ملی هم بود من کد ملی رو میگرفتم، چون کد ملی دیگه قطعا یونیکه. شاید 2 تا سازمان پیدا کنیم، یکی مثلا شمال کشور یکی جنوب کشور که ساختار کد پرسنلی، چون کد پرسنلی بچه یه ساختار داره. مثلا میان میگن که 2 رقم اولش اسم واحدشونه، مثلا میگن که چه میدونم آیتی مثلا 2 رقم اولش اسم واحدشونه، بعدی سالیه که مثلا طرف اومده مثلا 404، بعدی مثلا شماره بخششه، بعدی هم مثلا شماره کارمندشه. این ساختاری داره، همونجور که کد دانشجویی یه ساختاری داره. یا دیدین دیگه مثلا چه میدونم 2 رقم اولش سال ورودشه، بعد دانشکدهشه، بعد مثلا شماره دانشجوتون دانشکده است. ممکنه که یه همچین چیزهایی یه سازمانی توی شمال کشور با یه سازمانی تو جنوب کشور کد پرسنلشون حالا شاید یکی در بیاد. کد ملی دیگه خیلی خیالم راحته که کل کشورش 2 نفری نیستن که کد ملیشون یکی باشه. پس موقعی که میخواید کلید اصلی انتخاب کنید بین این 3 تا که تکی هستن، بهتره اونی رو انتخاب کنید که تو اشل بزرگ هم ویژگی یونیک و منحصر به فرده. برای همین من پیشنهاد میکنم کد پرسنلی رو به عنوان کلید اصلی در نظر بگیرید. مورد بعدی که داریم، امیدوارم تا اینجا براتون سخت نباشه و یاد گرفته باشید. مورد بعدی که داریم کلید اصلی، کلید فرعی و کلید خارجی. برای کلید خارجی احتیاج دارم بیام این بالا. که شما احتیاج داشتین بین 2 تا جدول ارتباط برقرار کنید، باید از کلید خارجی استفاده کنید. در حقیقت پایگاه داده از طریق کلید خارجیه که میتونن ارتباط بین 2 تا جدول رو متوجه بشن. مثلا شما وقتی که اینجا جدول حقوق رو داشتی، بعد خواستی بدونی که مثلا نفر سوم کد پرسنلی 203 اسمش چیه، پس شما میخوای بین این جدول و این جدول ارتباط برقرار کنی. یا اگر خواستی بدونی که مثلا واحد 3 اسم واحدش چیه، چه واحدیه، پس قرار شما بین این جدول و این جدول ارتباط برقرار کنید، درسته؟ اما شما هیچ وقت بین این 2 تا ارتباط برقرار نمی‌کنید، درسته؟ اصلا حالتی پیش میاد که اینجا بخواید ارتباط برقرار کنید، چیزی برای شما اینجا گنگه. نه، مثلا میگین علی محمدی لیسانس، مثلا اینم تاریخ استخدامشه، آیا براتون مبهمه که تو کدوم بخشه؟ خب اصلا این جدول با این جدول نمیتونه ارتباط بگیره. چرا؟ چون ستون مشترک نداره. اینم یه نکته تقلبی بچه‌ها، وقتی که بخوایم بین 2 تا جدول ارتباط بگیریم باید یک ستون مشترک داشته باشن. الان این 2 تا اصلا ستون مشترک ندارن، پس نمیتونن اصلا با هم دیگه ارتباط بگیرن. اگر خواستید این 2 تا ارتباط بگیرن باید یه همچین چیزی داشته باشید. مثلا اینجا کد بخش بذارید کد بخش بگید علی محمدی مثلا بخش 1. بعدن میتونید برید پیگیری کنید ببینید که بخش 1 مثلا بخش آیتی بوده. یه همچین چیزی، یعنی ستون مشترک داشته باشیم. حالا نداره، پس این 2 تا نمیتونن ارتباط برقرار کنن. ولی جدول حقوق هم با این میتونه ارتباط بگیره، هم با این میتونه ارتباط بگیره. خب برگردیم سراغ کلید خارجی. کلید خارجی ویژگی صفتیه که ما بتونیم بر اساسش بریم تو جدول مقصد جستجو انجام بدیم. ببینید الان شما اینجا میخواین ببینید که مثلا نفر سوم اسمش چیه، درسته؟ میایین توی این جدول. خب الان اصلا اولا که ستون مشترک این جدول و این جدول فقط کد پرسنلیه، درسته؟ پس اصلا شما دیگه حق انتخاب ندارید، فقط مجبورین از بین ستونهای مشترکتون یکی رو به عنوان کلید خارجی بگیرید. خب که حالا میگم ویژگی های دیگه ای هم داره و اینجا شما یه دونه بیشتر ندارید، کد پرسنلی فقط مشترک دیگه، پس میتونید فقط کد پرسنلی رو بگیرید. یه موقع ممکنه این جدول حقوق این مدلی باشه، مثلا ستون نام رو هم توش داشته باشه، این مدلی باشه. بذارید من نام رو اینجا مثلا نام این رو یه علی بذارم، یه نام تکراری داشته باشیم. خب شما با خودت میگی ستون مشترک این جدول و این جدول هم کد پرسنلی هم نامه. خب من این که کد پرسنلی که صفت کلیدیش بود، اینجا هم صفته که یعنی کلید اصلی این بود، اینم کلید اصلیه. حالا میخوام برای این جدول کلید خارجی پیدا کنم. کلید خارجی یعنی کلید ارجاع به بیرون، خارج از خود جدول، درسته؟ خب گفتم ستون مشترکا کدومن؟ کد پرسنلی و نامه. خب شما باید یکی از
اینجا دیگه در حقیقت اینجا نگاه میکنیم. بین یکی از این دوتا باید کلید خارجی بگیرین. کلید خارجیتون باید توی جدول مقصد ویژگی کلیدی باشه. بچه‌ها شما مثلا اگر اینجا اینو میگیرید کلید خارجی، مثلا میخواین برین ببینین که علی فامیلیش چیه، میایید اینجا از کجا میفهمین اینو بگین یا اینو بگین؟ چرا؟ چون علی تو جدول مقصد صفت کلیدی نیست. اوکی، ممکنه این باشه، ممکنه این باشه، پایگاه داده نمیدونه چی به چیه، میگه اوکی اینجا کاری باهات ندارم، اینجا اگه تکرار داری، اینجا هم باید تکرار باشه که اینم باید علی باشه. میگه اینجا اگه تکرار داری توی کلید خارجی ها بچه‌ها، تو کلید خارجی میگه اگه تو جدول مبدأ تکرار داری کاری باهات ندارم، اما تو جدول مقصد حتما باید صفت کلیدی باشه تا من بتونم اطلاعاتشو بدم. درستم میگه. شما اگه بر اساس اسم علی بری اینجا، نمیدونه بنده خدا اینو به شما بده یا اینو به شما بده. چرا؟ چون نام مثلا چیز کلیدی نیست. اما اگه بر اساس کد پرسونالی بری، یونیک دیگه منحصر به فرده، میاد اینجا و یه چیزی رو برات پیدا میکنه که منحصر به فرده، یعنی اصلا دو نفری نیستن که کد پرسونالیشون یکی باشه. پس این هم شد کلید خارجی. اگر میگم باز هم اینجا ما تکرار نداشتیم، اگه همین زهرا بود اینجوری بود، اینم اگر زهرا بود مشکلی نداشت، شما میتونستی تو این جدول اینو بگیری کلید اصلی همجوری که گرفتی، اینو بگیری کلید خارجی، چون کلید خارجی تو جدول مقصد صفت کلیدیه. درسته؟ اصلا اشکالی نداره کلید اصلی نیست ولی کلیدیه. کلیدیه یعنی چی؟ یعنی منحصر به فرد، یعنی یونیکه، یعنی هیچ دو نفری نیستن که یکی باشه مقدارشون. پس این رو میتونید بگیرید کلید خارجی. بچه‌ها مباحث اینا خب وقتی چند بار تکرارش کنید براتون واقعا ساده میشه. خب شاید الان بار اول دارید میبینید و خب هیچ دیدی شما به بک‌گراند کامپیوتر ندارین و نمیدونین چجوری داره کار میکنه، شاید یه ذره اولش براتون سخت باشه، اما حتما این زمان رو بذارین، شده دوبار این ویدیو رو ببینید ولی یاد بگیرین، چون خیلی فرق بین کسی که اصلا بدون پایگاه داده چجوری داره کار میکنه و کسی که فقط دستورای اکسس رو یاد گرفته. خیلی‌ها میخوان مثلا اکسس رو بهتون یاد بدن، سریع برای اینکه شما تو عمل ببینین چه اتفاقی داره میفته میان تو اکسس و اینجا براتون جدول میکشن و کلی کار دیگه میکنن. اما خب کسی که یه ذره بخواد عمیق‌تر کار کنه باید به خودش بگه چرا اصلا من جدول میکشم. اینجا رو ببینید، این محیط اکسس، خب همه چی غیر فعاله، هیچی کار نمیکنه تا موقعی که شما برین توی کرییت تیبل رو بزنید، ببینید همه چی فعال شد. تیبل یعنی جدول دیگه. اصلا پایگاه داده با جدول کار میکنه. اولین کاری که توش میکنید باید جدول درست کنید. من بهتون گفتم پایگاه داده دوست دارن اصلا با جدول کار میکنن دیگه، مثل اکسل نیستن که شما سطرها رو بریزی اینجا. اولش بهت میگه که خب جدول چی داری، اول جداول مختلفتو به من مشخص کن، به من بده تا ما بتونیم باهاش کار کنیم. ببین این دید پایگاه داده‌ای میخواد که شما داشته باشین. پس شاید بچه‌ها این یکم براتون مباحث خشک باشه، شاید با منطقتون نخونه، اما لطفا از این منطق استفاده کنید. مثلا یکم خیلی ساده بگم بهتون و خیلی از مباحث پایگاه داده رو من الان به شما نگفتم. خب حتی ترجیح میدم یه بخش مهم دیگه که بخش ارتباطاته. بخش ارتباطات هم بخش بسیار مهمیه توی پایگاه داده ها. اینو میذارم جلسات بعدی بهتون میگم که کنار هم نباشه، که درکش براتون راحت تر باشه. فرصت کنید اول با اینا کنار بیایید، بعد برید این رو یاد بگیرید، ولی از این فرصت استفاده کنید دیگه. قشنگ زمان بذارید این پایگاه داده رو، این مفاهیم رو توی پایگاه داده کامل برای خودتون شفاف کنید، یاد بگیرید. هر جا سوال داشتین میتونید سرچ کنید، که اصلا هر جا سرچ بزنید کلید اصلی چیه، کلید فرعی چیه، توی پایگاه داده فیلد چیه، رکورد چیه، اینا کامل براتون توضیح میدن. اینا رو که خوب یاد گرفتین، دید خیلی بهتری نسبت به اکسس و هر پایگاه داده میتونید پیدا کنید. پس آماده میشید نه برای اکسس، برای تمام پایگاه داده ها. خب مورد بعدی که من بهتون میخوام بگم، اینا رو بهتون گفتم، جدولم بهتون گفت. مورد بعدی که باید بدونید کاربر دیتابیس. بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی با این دیتابیس، با این پایگاه داده چند نفر کار میکنن، چند مدل آدم کار میکنن. اینا سطح دسترسیشون متفاوته. بر اساس سطح دسترسیشون میان اسم میذارن برشون. یکی همه کاره دیتابیسه، خب به اون میگن مدیر دیتابیس، بهش میگن دیتابیس ادمنستریتور، DBA هم بهش میگن، به اختصار بهش میگن DBA. DB اولش از دیتابیس میاد، بیش هم یعنی ادمنستریتور. بچه این همه کاره سیستمه، پسوردها دستشه، سطح دسترسی میتونه مشخص کنه و دیگه مدیر کامل این دیتابیس رو پایگاه داده است. یه لول پایینتر از این میشه دیولپر یا برنامه نویس یا مثلا دیولپر.
دیولپر میشه برنامه نویسش. خب مثلا فرض کنید که من به عنوان یک کسی که پایگاه داده بلدم میام توی سازمان شما و بهتون میگم که خب من پایگاه داده بلدم، میخوام پایگاه دادهتون براتون بنویسم. من یه برنامه نویسم، من یه آدم فنی ام. خب پس من میشم دیولپر اونجا. سطح دسترسیم از این مدیره کمتره. مدیره میتونه 5 تا برنامه نویس داشته باشه، 5 تا دیولپر داشته باشه و مثلا به من فقط دسترسی بده که اینجا کار کنم، به تو مثلا دسترسی بده یه جای دیگه کار کنی. پس این دسترسیش از همه ما بیشتره، چون این مشخص میکنه ما چی کارا باید بکنیم. پس دیولپر در حقیقت اون آدم فنیه سازمانه، کارهای فنی رو انجام میده. و یک نفر دیگه هست به نام اند یوزر یا کاربر نهایی. بچه‌ها اند یوزر، البته بچه‌ها فقط این 3 نفر نیستن و اینا مهمترین هاشونن. خیلی کاربرای دیگه هم هستن که حالا کاربری که سطح دسترسیش فقط خوندنه یا مثلا حالا مدلای دیگه، حالا کاری باهاشون ندارم، خیلی درگیرش نمیشیم ما. ولی تو ساده ترین حالا شما باید بدونید که 3 مدل کاربر با دیتابیس کار میکنن. DBA مدیرشه، دیولپر برنامه نویسشه و اند یوزر کاربر نهاییه. دیدین مثلا میرین توی یه سایتی، مثلا سایت‌های هر سایتی که می‌خواید ثبت نام کنید، اطلاعاتتون رو بهتون میگه مثلا اسم تو بنویس، فامیلی تو بنویس، ایمیل تو بنویس. خب همه اطلاعات شما میره یه جا ذخیره میشه دیگه، درسته؟ اونجایی که ذخیره میشه اسمش دیتابیسه. شمایی که هیچ چیز از پشت این فرم نمیدونی، فقط داری اون فرمو پر می‌کنی، اسم تو می‌نویسی، فامیلی تو می‌نویسی، اون دکمه سیو می‌زنی، اطلاعاتت میره تو دیتابیس ذخیره میشه. شما نه مدیر اون دیتابیسی، نه دید فنی داری و برنامه‌نویس اون هستی، بلکه اند یوزر هستی، کاربر نهایی. فقط اطلاعات وارد می‌کنی یا مثلا فردا میری می‌زنی رو کلمه داشبورد یا دکمه داشبورد و پروفایلت رو می‌بینی. شما فقط استفاده می‌کنید از اون دیتابیس، پس میشید اند یوزرش. ولی منی که مثلا کد نویسیش رو انجام دادم میشم دیولپرش، مدیرم همون کسیه که مدیره دیگه. پس اینم 3 تا کاربر دیتابیسه که باید بلد باشید. یه بحث دیگه که میخوام بدونید نوع داده است. بچه‌ها همون جوری که توی اکسل نوع داده ها مهم بودن، مثلا ما گفتیم اینا تکسته، اینا مثلا نامبره یا هر چیز دیگه ای که اینجا داشتیم داخل اکسل. فقط اینجا اینو اضافه کنم، من انتظار دارم کسی که اومده داره اکسس یاد میگیره اکسل بلده ها، حداقل 8 تا اپیزود ما رو دیده و در اون حد اکسل بلده. اصلا نمیخوام اکسل خیلی تاپی بلد باشید، اما کسی میاد سمت اکسس که اکسل بلد باشه، چون دارید کار میکنید. اولا که بیس همه، یعنی با هم دیگه هم پوشانی دارن. خیلی اوقات شما اکسل رو بلد نباشی اونجا اصلا گیر میکنی، مفاهیم رو یاد نمیگیری. خیلی هم از هم دیگه استفاده میکنن، مثلا همین نوع داده که دارم براتون میگم. پس حتی اگه اومدین سمت اکسس اما اکسل رو بلد نیستین، حتما اون 8 تا اپیزود اکسل من رو ببینید. 5 تاش مقدماتی، 3 تاش پیشرفت است. اون اصلا خیلی کمکتون میکنه که تو سازمان ها میتونید با اون 8 تا اپیزود کار کنید، اینقدر که 8 تا اپیزود قوی هستن. خب پس برگردم به اینجا، همونجوری که اینجا ما نوع داده داشتیم، توی اکسس هم یا توی پایگاه داده ها هم ما انواع داده داریم، فقط یکم سفت و سخت تر میگیره، یعنی یکم مهمتر و جدی تره توی پایگاه داده ها نوع داده. شما مثلا اینجا نوعش تکست دیگه، درسته، متنه، ولی شما میذاری رو جنرال، میگی حالا خودت تشخیص بده، یا اصلا نامبر میذاری، اصلا موردی پیش نمیاد چون این تکسته. ولی توی پایگاه داده ها این مورد خیلی سفت و سخت تره، یعنی اگر این تکسته این باید نوعش تکست باشه. نگاه کنید من برم داخل اکسس دیدین دیگه، گفتم که تیبل میزنی یه تیبل ایجاد میشه. میخوای که تیبلت رو ایجاد کنی، مثلا فرض کنید که من میخوام این جدول حقوق رو ایجاد کنم، کد پرسنلی، نام، کد بخش، میزان حقوق داره، همچین چیزی رو میخواید ایجاد کنید، همون اول میبینید زده کلیک تو اد، شما اینجا کلیک میکنید، نوع دیتا رو ازتون میخواد و بهتون میگه اول نوع دیتا رو به من بگو که چیه. مثلا میگی من قراره اینجا نامبر بزنم، اوکی، نامبر میشه. بعد میایید حالا میبینید دیفالت نامبر 0 دیگه، چون زدید نامبر مقدارش مثلا دیفالت 0 داد بهتون. ولی نگاه کنید شما اینجا میخواید اسم ستون رو مشخص کنید دیگه. اول باید بگید که مثلا نوعش نامبره، بعد به شما اجازه میده که مثلا بنویسید اینجا اسمش کد بخشه، اوکی. یعنی اینقدر براش مهمه. این کلیک تو اد رو که میزنین تا این رو انجام ندین، فرمتش رو مشخص نکنید، اصلا اجازه نمیده اون ستون ایجاد بشه. بعدی مثلا اسم بون، درسته، شورت تکست رو میزنم یعنی متن کوتاه، حالا اینا رو با هم کار میکنیم، میگم نامه، اوکی. ولی من قبل از اینکه نوع رو مشخص کنم اصلا نمیتونم ستون رو ستون رو ایجاد کنم. اینجا هم اگه بخواید بزنید این مثل دیتا میمونه ها بچا، این دیتا میمونه، اسم ستون نمیمونه، این نیست. این از این. یه نکته الان اومد تو ذهنم، یکم بیشتر اکسلیه، حالا اکسسی هم هست، به هر دوش ربط داره. این نکته رو بهتون بگم، فکر کنم آره اینجا براتون گذاشتم که یادم نره بهتون بگم. بچه من دیدم بعضیا میان مثلا یه دیتاشون این مدلی درست میکنن، مثلا میگن واحد آیتی اینا کارمنداشه، واحد فروش اینا کارمنداشه.
ببین شاید تو نظر اول این دیتا از نظر شما هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی یه نکته بسیار بسیار مهم میخوام بهتون بگم. خیلی نکته ساده ایه ها، ولی خیلی نکته مهمیه. نکته اینه بچه‌ها، هیچ وقت سرستونای شما نه تو اکسل نه تو اکسس، اصلا کلا همه جا وقتی دارید با داده کار میکنین باید درست کار کنین، باید ذهنتون درست شکل بگیره. کار با داده چه تو اکسل چه تو پایگاه داده چه اکسس، همه اینها فرق نمیکنه. شما دارید با داده کار میکنید، هر موقع دارید با داده کار میکنید هیچ وقت نباید اسم ستوناتون دیتای مهم داخلش داشته باشه. یعنی چی دیتای مهم توش داشته باشه؟ یعنی مثلا من برام مهمه بدونم تو این شرکت مثلا 3 تا واحد هست، خب مثلا الان 2 تا واحده، واحد آیتی و فروشه. خب من از کجا بفهمم؟ خب اسم ستونا رو شما به من میگی، اگه اسم ستونا رو بشماری، اگه اینجا 5 تا بود شما میفهمیدی 5 تا واحد هست. یعنی چی؟ یعنی شما یک دیتای بسیار مهم به نام تعداد واحدایی که توی این شرکت هست و بردی گذاشتی تو سرستون. هیچ وقت سرستون‌های شما نباید دیتای مهم و قابل پردازش داشته باشه. سرستون‌های شما فقط باید اسم ستون هاتون باشه. اوکی؟ یعنی شما این دیتا رو نباید اینجوری سیو کنی، باید اینجوری سیوش کنی. اسمش رو مثلا بذاری واحد، مثلا اسمش اینجا رو بذاری کارمند. بعد بیای با خودت بگی علی و رضا و سعید اینا کارمندن، اینجا بگی اینا کارمندن، همشون هم واحدشون آیتیه. می‌بینین؟ اینجوری باید سیوش کنین. دوباره برای فروش هم همین کار رو باید بکنین. یعنی درست سیو این دیتا اینجوریه بچه‌ها، این شکلی. اینجوری ما سیو میکنیم. الان قشنگ من خیلی راحت میتونم بعدن حالا هم با اکسل هم با اکسس میتونم پردازش کنم، بفهمم 2 تا واحد دارم، تکراریاش رو حذف میکنم و اینکه اینا هم کارمندامم. ولی این مدلی 2 تا دیتای بسیار مهم که واحد آیتی داریم، واحد فروش داریم، بردی گذاشتی تو سرستون ها و اصلا قابلیت پردازش نداره. خیلی گیر میکنیم تو این دیتا. اینجا هم همین دیگه. اینجا هم دقیقاً می‌خواستم چشم خورد به اینو خواستم بهتون بگم که اینجا اسم ستون نیست دیگه. اسم ستون‌ها همین بالاها نوشته میشه که بهتونم گفتم اول باید نوع دیتا مشخص کنید، بعد بیاید سراغ چیز. ویدئوی من شد 45 دقیقه بچه‌ها. خب حالا ادیت میشه، یه چند دقیقه از توش در میاد، اما اینو بهتون بگم چون مبحث پایگاه داده مبحث بسیار مهمیه، من میخوام که این جلسه رو همینجا استاپ کنم و از شما بخوام که تمام مباحث رو یاد بگیرید و با آمادگی بیشتری بیاین به جلسه دوم، به خاطر اینکه اگر اینا رو خوب براتون جا نیفته اکسس رو هم خوب یاد نمیگیرید. پس خسته نباشین، تمرکز کنید روی همه این مفاهیمی که بهتون گفتم. جلسه بعدی اکسس میبینمتون.